بانکو واجهان وشاد که گپ پوتران سیومی بر مرچی ما بازی مسئله از جمله مسئله جنینانی که بلوچستان تو که به هر حال مورد ظلم و زور ویتگان یه 40 سال حکومت مولا و پیسر هم 50 سال حکومت شاه با توجه به که یه هفته 25 نوامبر سال روز من خشونت علیه زنان ویتگ ما یه مسئله هم ابر کنیم و دیگه بعضی سیاسی مسئله هم هستن و اعتراضاتی که اسپان بیتگم ما در موردش که چه تأثیری اعتراضات هم و بلوچ و بلوچستان هستن ابر کنیم مرچگی مهمان میں واجه رحیم بندوی چه لندن گم امرای ما وشات گوشیم واجه بندوی که برای گپوتران دعوتی قبول کتگ واجه بندوی وشات که منم سلام عرض کنم جانزیب جان ترا آریان تیوی تمام کارکنوکا و تبریک گوشان که شما گویی بازین جهد و تلاشن تو انتگو حداقل یک گوندوکین وحدی چه آریان تیوی که لطفش کرده بلوچی زبان و برای بلوچی حال احوالانش ترا برجم بدارید که ایشی باز باشین حالی باز باشین گپی و من شما خدمت هستم برحال خوشحال شیشی که شما و تشکر کنم منتوار شما که این برنامه ترتیب داده و چه منو دعوت کرده که شما خدمت او با بله زندگ باته واجه بندوی منتوار شما که مرچی که دیوان میگاد که ما پیسر چه هر چیزی ها 25 نوامبر باره چه شما را سوال کنی ابر کنی و مرچی ما لوٹت که بلوچ جنین هم یه دیوانه بار بزیر حالا به دلایل مشکلاتی نتوانت بیان یه دیوانه و دیمی دیوانه انشالله که آهم گم امرا بند بعد ایشی که 25 نوامبر بیتا آیا 25 نوامبر بلوچ جنین آن فعالیت چیزی کوتاه با یه مسئله 25 نوامبر یا نه و بلوچ جنینانی فعالیت در چه ساعتی هستن چه اروپا خارج از اروپا و بلوچستان تو که ما یه چیزا چه شما را جست کنیم که شما وقت یک کارباران تو که به هر حال باز فعال بیتگه برحال اولا ایشی که سازمان جهانی بین المللی حقوق بشر در واقع سازمان ملل توانتگی این روچا به عنوان یک جهانی روچی ثبت بکنایید به دلیل ایشی که به هر حال این کره خاکی سرا این انسانانی که هستن متشکل از جنین و مردینند یعنی ایشی و در اصل اگه بلوچ در واقع یک شکل دیگه به قضیه بچاره ایشیند که اصلا اگر چنانچه مات مبید هیچ چیز نیست هر موجودی تا بلوچ بچاره اصلا هستی بنیاد ماته سرین و به همین دلیل اینکه حتی در از ادیان مختلف هم برای احترام و اهمیت جنین باز این چیزانی مطرح کنه بوده و بخصوص در ارتباط با دین اسلام گوشگند که اصلا بهشت زیر پای مادرانند ولی حالا با توجه میشی بهشت زیر پای مادرانند اما گندگی ما شما الان حتی در قرن 20 و 21 چی به انصافیانی مردینانی ذریعه یا مردینانی وسیله یا همه مات و گوهرانی حق و حقوقانی پامال کنه که متاسفانه انجام گفته و گرگین تنگه اما در هر صورت این دوران یک دورانی است که هر کس با وقتی حق و حقوق آشنا بوگین سرعت چی بشن په تیزی په تندی وتی حق حقوق سرپد بوگه و بعد هم همین دوران در واقع یکی از دورانانی است که مردمانی نزدیک بوگ و هم خیالان هم فکرانی درگیجک به نسبت گوستگین زمان گنسک باز ارزانتر بوده و ایشی باعث بوده که هم فکران و هم خیالان پوتی حق و پوتی حقوقانی رسگا و همدیگر هم توپاک ببند و گود توپاکی کار بکنند تا بتواند برال پیروز بند تا بتواند آجو بند تا بتی حقا برسند ایشان بلوچستانی جنینان هم با توجه به ایشی که متاسفانه بجنگین گپی بلوچ و تارا ویتی دولت نیستند نتیجه ایشیند که بلوچی سرنوشت بلوچی ویتی دستان نهند و دگرانی دستند بلوچستان ما شما در نظر بگیرید هر سه این توکرانی تا که انگلیس بر کرده بلوچستانی هر سه این توکران مثل مستعمره اند یه دیگه حکومتانی یه دیگه دولتانی و ایشی هم کاملا ظاهرند جاگاهی که سرنوشت محلوک ویتی دستان موید محلوک زندورد به یک شکلی
سک پشتا داره بید و دقیقا ماشما بلوچانی هم زندورد همین مرکزی حکومتانی که ماشما هم آینی هاکانی تا قرار سعودی حاکی تا هستی بل آینی فرمانی چیه را هستی نوشا سرنوشت برای یک طور گنده که الان بلوچ محلوک زندور آم منطقه تا بلوچ حساب بکنی بسیار بسیار حتی چه ایدگاه همسایگاه هم پداترند هرچند که ایدگاه همسایگاه هم پد کپتگند بل حتی ماشما بلوچانی زندگی چه آدگاه همسایگاه هم گیشتر پدامنده همین وقت ماشما جنین محلوکی هم وقتی که سرنوشت مرد بیوتی دستا موید طبیعیند که همه دولی که قدرتمندان بلوچند همه وڑا محلوکانی زندگی برنامه ریزیانه کنند تو در نظر بگیر که قرن 21 تاها سیستم قبیله اشری به عنوان یک سیستمی است که برآورنده نیاز قرن 20 و 19 گستگی زمانگان بودند 21 قرن تا یا 20 قرن تا یک دورانی است که به جای قبیله مردمان به شکل راج به شکل ملت در واقع درختگند و ایشی که یعنی تمامی محلوکانی که یکی هویتش هستن و یکی شناسه و پجارش هستن آیانی تا تمامی محلوکان برابری حق و برابری حقوقش هست کسی را به عنوان نظام از نظر طبقاتی و از نظر نظام کشی طایفه بالاتر آدگه تا طایفه کمتر نظامشی اسپیتی آی سیاهشی نظام فلان ذات فلان این چیزا نیستن ولی متاسفانه ماشما گندگی ماشمه بلوچستانی تا هر سین ټوکرانی تا این مشکل این مصیبت به شکل یک زیانباری حکومتان وتی دستا گرفتن و هر روز هم دارن که همین وڑا که بل همین سیستم قبیله اشیری هم بمانید که بتونه کسا وتی فایده و وتی سیاستانی که هستن دیگه بره ماشین جنین محلوک هم وستگی زمانگان بلوتن بچارین واقعا هم کوپک بودتگن گو مردینانی تمامی زندگی هن. چه دوران بگیره که معلوم مردمانی زندگی به شکل برحال کوچنشینی بوده بار شوارش کرده گیدیم آدیم رابطگن برحال زندگیش گود کشت و کشار و گود دام پروری تعمیم بوده به طور کلی زندگی هم کوپک بودتگن حتی در ارتباط با این مسئله که وقتی که یک سختی سوری پا یک قومی پا یک قبیله یا کپته بوده که قبیلانگو هم دیگر هم متحد بوده در مقابل دیگر راجانی که حملش کده جنین بازین جنین هم کوپک گوش داده بوده که مردین ماشما را باز نشان هستیم بارنده که جاهان نیست می کسی هم میکنم بله گپ ایشیند که متاسفانه ماشمه بلوچ راج جنینانی حق و حقوق به خاطرشی که اولا ماشمی مهار وتی دستان نبوده که بتوانی وتی زندورا وقت بر اساس وتی نیازان تنظیم بکنیم بلکه بر اساس دیگه قدرتانی نیازان تنظیم کنه بوده همشین که یک سیستم مرد سالاری که به یک شکلی هم به هر حال زمانی که جمهوری اسلامی هم یحتد رنگ و لعاب غلیظ مذهبی هم داده ایشیه که واقعا ماشمه جنین معلوکانی سر از ظلم و ستم و بی‌انصافی سک باز بوده و هنگت هم بگیم بله با این وجود بلوچستان نوکی نسل جنینان خوشبختانه هم ذوق و شوق و علاقه زیادی په درسوانش هستیم با اینکه الان بود امکانات تحصیلی ماشوی مغربی بلوچستانی تا تهران حکومت سیاستانی سرا دولا که حقند بلوچ معلوم که نه و پشمنتگی سک باز درس و مشق و تحصیلات تا و بخصوص با توجه بشی که یکی چه سیاستان هم میشین که بلوچی پجار و هویت گار کنک بی گندگی که ماشوی بلوچی زبان هم در حال میرایی در حال مراینه یعنی کوشش همی بوده بکوش آیننتی ای بینی ببرم بله پده بای وجود گندگی که محلوک ذوق و شوق و علاقه به بلوچی زبان یادگرگا ایش یک سکی خوشحالی هبرید واقع اتفاقی سک باز دیما رفته فحکی محلوکان کوشش همشن که تی زهگانه و تی چوکانه برال وڑی نوڑی بلوچی خبر کنگ و بلوچی نویسه و وانه گارد بلد بکنه و موفق بودم با توجه بیشی که سوشل میدیا امکانات بازی رهشته همین هنو هم گندگی چی چو کلاس واقعا همین آنلاینی سر هستیم و چنک مرد زهی علاقه مندین هستن که را یاد گرگن این همین قضیه در ارتباط با ماشم جنین هم هسته
و واقعیت ایشی که الان ماشمه جنین ثابت کرده، حتی همین ماشمه مروچگی بلوچستانی تا که مهار و واگی بلوچ راجی ویتی دستان ده دگرانی دستن ثابتش کرده بلوچ جنین که چنک استعدادش هستن و چنک توانند واقعا هم رد بوشتند هم کوپک بوشتند گو مردینا. و هیچ جامعه شی دنیای تا ثابت بوده جامعه بشری تجربیان مطابق گوستنی زمانگانی تا همه کشوران توانتر رشد بکنند دیما بروند که او دا جنینان حق و حقوق چارک بوده و جنین و مردین حق و حقوق از نظر اجتماعی و از نظر حقوقی برابر زانگ بوده. بچار از درشی که تفاوت های فیزیکی هستن ایشی تا اصلا شکی نیست نه، به خاطر ایشی که اصلا نیاز و خواست خلقت به همین شکل هستن که باید یک سری تفاوت ها بی که هر کس بتواند یک وظیفه را انجام بده. ارزون کو جنین اگر مبوتی اصلا هستی نیستند به دلیلش که جنینان ماتند و هر هستی و هر موجوداتی اصلا آینده بستگی هستند به ماتان. ولی از نظر حق و حقوق اجتماعی و حق و حقوق به هر حال مسائل دیگری که هستن یک جامعه تا باید برابر بند و این برابری به خاطر نوکین نسل جنینانی بلوچستانی تا پای احتگند و تی حقوق سرپدند و آرام آرام به هر حال بوتی حقوقی که دستیارگا همراهی و همکاری کنگن گو هم دیگره چه داخل بی و چه دن بی. به هر حال دن بعضی وقتان گوشته که ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این جمهوری اسلامی چه زمانی که یحته ایرانی در واقع اشغال کرده، حالا بلوچستان اشغال یک داستان دیگره، ولی جمهوری اسلامی که ایرانی که اشغال کرده مستری ظلم و ستمی که کرتگی در ارتباط با این محلوک ایران جنینانی سرا بوده که قانون اساسی دقیقا مردینانی نصف جنینانی سرا زندگ باته واجب اندوی دقیقا برای شما یک توضیح کامل و جامع داد. بعد من لطفا جست بکنم که برای امیدواری چیه که جنینان مثلا حل به یک واسطه مثلا چه کارهای جنینان یا مردینان این مسئله حل کنه پا جنینان یا همکاری جنینان انجام داده و ایشه که مانع اصلیه که ایشه که جنین وقتی مسئله حل کوز نکنه گم تا یه وعده حل نبیت مانع اصلی که جنینان را سریم بغیر از ایشه که حکومت یا حکومت مرد سالاره برای جامعه تو کام یک عده مانع بیت که این مسئله ها که مثلا چند همسری یا بیا برال مثلا کودک همسری و غیره شام برال مسبب وقتی جامعه تو کام هستن. یه مانع چیه و پرچه یه مانعانه مثلا دیم گرگ نبی پرچه یه موانع چسکنگ نبیگون مسئله چیه که کودک همسری دنی که بلوچستان تو که بهرال آماری کم نه سک بازه و ایشیا بلوچ باید ایشو واسه یک رایال در بگیجم و یک کاری بکنم. من لوٹه جوست بکنم که شما آیا یه برنامه آن واسه یک کاری کوتا شما برنامه چیزی هستین که مثلا کودک همسری دیما بگیرید یا چه فعالیت های شما وقت یا شما زانه چه کسایی کارا کنگانشان باره می واسه توضیح بدهید. کودک همسری دیماگرگ یا این ظلم و ستمی که جنیانی سرا بوتگ و بوگند توسط مردینا این ظلم و ستمانو کسان دیگر نکنه می انسان واتش کنه یعنی مردینا کنه آنم کجا مردینا عمدتاً بیشتر همه مردینانی که از نظر ذهنی و فکری همین نوع باورانش هستن که مردین خدا خلق کده که برتر از جنین ببیتن. ایشی از یک طرف کمک کرده ای مثلا متاسفانه که این ظلم و ستم حالت قانونیت و مشروعیت در یک ببیتن این بی انصافی بر علیه جنینا و از طرف دیگه با توجه به ما فرهنگ عمومی که ملکیت ها برای شکل درک بوده یا شکل گرفته بشن شین همه فرهنگند که در واقع این تفاوت بین جنین و مردین نهادینه کرده به شکل یک هنجاری دریارده که اگر چنانچه یک جنینی پاد بیاید و بگوشیده که من لوتان که من برابری حق و حقوق مردین هم بید همه دوله که من برات حق حقوق زانه و همه دوله من هم که به عنوان گوهار من حق حقوق برابر زانه بید همه دوله که منی مردین چوک حق حقوق زانه بیته مات گوشگین که منی جنین چوک هم حق حقوق هم برابر زانه بیته از نظر حق حقوق اجتماعی در مقابل قانون و در مقابل دیگه مسائل اجتماع. ولی با تمام اوضاع احوال متاسفانه وقتی که یک کسانی به یک سری منفعتی رسته یک سری فواید و فایده‌ای دستش کرد سخته که بتونه چه فایده‌ای دست بکشن
واقعا انقلاب لوتی از نظر ذهنی، از نظر فرهنگی، از نظر فکری که بتواند یک همچوشین مثلا تغییر و تحولی رو باور بکنه و کمک نمیکنه. البته ایشی کاملا واضحه که بلوچستان جنینا و تهنکان نتونند به برابری حقوقی برسند، بلکه لازم است که روشن خیال مردینان و کسانی که اعتقاد و باورش هستیم پیشی که جنین و مردین حق و حقوق از نظر اجتماعی، از نظر حقوق قانونی باید برابر بکنن، باید همدست بکنن، باید کمک بکنن و هم دیگه. دقیقاً همین مسئله سران که گندگی که داخلا و جمله تمام کنم گندگی که داخلا هم چستیر هسته ماشوی جنین بلوچانی که با وجود مثلا فشارانی که از طرف بعضی از مردین یاگند، ولی گندگی که جامعه به طور کلی خوشبختانه در جهت حمایت جنین حرکت کنه، جامعه دی ما رو بگه و گندگی که همون هم جنینانی هستن که موفقن در ارتباط با یک سری کارهای هنری و اجتماعی و فرهنگی کردن و واتارش هم درگهته و درگیجگند که نزدیک و نزدیکتر به و تنها راهی هم که در پاسخ و سوالی چون پیسر گفت تنها راهی هم که تان کمک بکنده برای رفع این مصیبت تا بتون یک جامعه برابری بین جنین و مردین به وجود بیاری، همه وعدیند که جنینان و تار آنی که هم فکر هم خیال و تار در بگیجند و به شکل متفق و متحد و هم کوپک برنامه ریزی بکنند و با برنامه کار بکنند و در این حال مردینانی هم که این باورش هستن که جنینانی حق حقوق باید برابر بیتن گو مردین هم باید همراهی و همکاری بکنند. من تا جایی که سرپدم به هر حال یک سری چستیرانی این گوی بلوچانی که اروپایی کشوران هم هستند تازگی ها شروعش کرده و شروع کنگه و به هر حال بیدم نیند که بزودی باشواد یک سری اخبار بهش کنه بارن تا آنگو داخلی تا با توجه به گرفتگیرانی که از طرف جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف با توجه به گرفتگیرانی که از نظر فرهنگی از طرف ماشمی ویتی بلوچ محلوک و بخصوص بلوچ مردین هم هستن تو ایشان یک سری گرفتگیرانی که به راحتی متاسفانه حل نبند، ولی با این وجود جنینان همراهی و همبستگی و همدیگر را این مشکلاتان سخت باز توانت ارزانتر و آسانتر حل کرده. من پیل که من دیدیم زندگ باته باز باش شما باز باشه ابر کتو باشه مثالم جد بله یا مشکلاتی که شما وقت اشاره کردم مثلا فرهنگی مشکلان جامعه تو که آیا فرهنگی مشکلان اهل به یک واسطه ما گندگانی که سازمانهایی که حقوق بشری کار کنگام فقط رژیم مبارزه کنگان که هم یک وظیفه درستی فعالانی که یک کار کنگان حالا با کسانی که فعال نه هم ما چه دعوت کنی که فعال به ما مبارزه بکنن. بله یه کسایی که مثلا با شما فرهنگی مشکل اشاره کو آیا کسایی که ترویج کنگان یه چیزا چی واسطه آیا مبارزه نبگه چی واسطه مثلا هیچ سازمانی موضع نگیری در برابر مولایی که 4 جنی گفته موضع نگیری در برابر مثلا یک شخصی که 60 سال 50 سال سن داری رو یک چوکلو که مثلا 12 سالگی گیرید منی بحثش که سیاسی سازمان هیچ موضع‌گیری با یه اجتماعی مشکلی که جامعه تو که به وجود کنم چی است باز موضع‌گیری نکنه تا یه مسئله سکی مزنی پیش میاد حالا یه مسئله هم باز مزنه ولی یه مسئله یک جورای عادی جلوه دهگان به نظر شما مشکل چه کجا چی واسه سیاسی سازمان موضع‌گیری نکنه؟ چه سیاسی سازمانان بلا استثناء تمام سیاسی سازمانانی که ادعای دموکراتیک بودش هستین که برای آزادی و برابری مبارزه کنه که دموکراسی معنی چیز دیگه جز برابری و آزادی نه. این تشکلات سیاسی به طور مشخص برابری حقوق جدید مدافع بودن تو هستن تو حتما دیمارا موضع گیریشان در مقابلش میگه انتظارش که مثلا فرض بکن موضع‌گیری سیاسی بر علیه یک فردی بلوتن بکند ایشی به نظر من جایگاهی نیست که بلوت بر علیه یک فردی موضع‌گیری بکنه، بلکه به شکل همبسته در مقابل این نوع تفکری که جنین را نصف مرده حساب کن و جنین را در واقع بسیار پایینتر حساب کن و یک نوع مرد سالاری حاکم کنه لذت برای یک نوع فایده برای کسانی که به شکل هستند در واقع جنین به عنوان یک کالای استفاده بوده چه مسائل مختلف تا باشه در نظر بگیرن ایشان منی باوری تا ایشان به این شکل که یک تشکیلات سیاسی برای یک فردی موضع گیری بکن. البته
افرادی که دارای تریبونند، افرادی که دارای این خبرش مردمان میانی تاروته انتظار اشند که آیا پوتی جنین زهگو مردی زهگانی برابری حقوق واقعا باید گپ بکنند. افرادی که در واقع دارای قدرتند و قدرت دستش هستند تو ایشان برای برطرف کنگی این نابرابری ها و این تبعیضاتی که بوده این حالتانی که ما گندگی بوده ماشمه معلوم که تا توات فرمایش کو برای کودک همسری به عنوان یک معضل سکین مزنی بوده. این مسئله حتی تحصیلات که بلوچ مردمان په درسوانه کمک کنه که خوشبختانه بلوچ البته سک کم بوده پیشگیری ها گشتر مشکلات از طرف حکومت جمهوری اسلامی که به اندازه کافی مدرسه ای نیست و امکاناتی نیست و الا مردمان علاقمندند که جنین زاگ و مردین زاگانش درس بارند که جای بسیار بسیار خوشحالی و امید روشنی برای یک بلوچستان آینده، بلوچستانی در واقع آبادی که در آینده ببینید. ولی در مجموع به نظر من به شکل جمعی باید حرکت کنک ببینید، چه از طرف جنینان و چه از طرف مردینان بی و موضوع گیری فردی که شما اشاره کو پچی در مقابل فرض که مثلا یک مولا و مولوی یا نزدیک یک کسی که چند جنین داری تبلیغ و ترویج کن تو باید بره برای اعلام ده. ایشان به نظر من یک مسائلی هست که در درون جامعه و در میان خود مردمان باید حل و فصل و بحث کنک به یک اعلامیه و یک بیانیه سیاسی برای این موضوع و حرکت‌ها نتواند حلال مشکلات بی مگر فقط مطرح کنک خود همه تشکل سیاسی ببینید مثلا لوتی بشه و ما یه بار کردشم. ولی واقعیت ایشیه که روی زمین باید جنین و مردین دست در دست همدیگه بدن و برای رفع این نابرابری ها گام چست میکنن. بدون این برابر حقوقی در واقع تمام قدرت یک جامعه نصفه. وقتی قدرت فقط دست مردینان بید و جنینان جاگاهی میبیده. برای تیجوس یک طوریت که مدتون تر کامل واضح جوابی بدهیم، بله من فکر کنم جواب کاملا روشنه که هر کس به شکل آگاهانه باید پاد بید و گام چست بکن، اما سازمان یافته به شکل فردی نتیجه سکم بید. باز کس مثلا واشنگتن بلوچستان در نظر بگیرید در ارتباط با می برابر حقوقی ملتان و همدیگه یا شیک بلوچ یک راجی که باید بودی حقوق دسته بید چین چوک جوان کشک بوده به شکل فردی واقعا از بس که عصبانی بوده ناراحت بوده برحال سعیش کرده یک سری کارانی انجام بدهند که دیگه وطن رو راحت بکنن، ولی به نتیجه نرسیدن. تنها راه رهایی همبستگی و کار سازمان یافته، چه حق حقوق جنینان ببینید، چه حق حقوق کودکان ببینید، چه حق حقوق برحال برابری و آزادی های مردمان که تا منطقه زندگی کنند، تمامشان باید به شکل سازمان یافته و به شکل همبسته و گروهی کار کنند. زندگ باته واجبنده منتوار ما چک وعد کمی ما دیگه دوست بحث هستیم ما یه بحثی که انی بیت ایشیا 100% ادامه دین دیمی برنامه هم ما حتما شما در مورد مختلف مسائل از جمله می مسئله جنین خبر کنین. بعد یک چه بحثانی که شما رو مرچی هستین در مورد اعدامش که جمهوری اسلامی گوستگین سال 2020 آخر هم بلوچانی اعدام کنه که برای یک مزنه موج شروع کرد و باز بلوچ اعدام کرد و انی پدا یه چیز شروع کرد. یعنی تقریبا از یک ماه پیش تا انی تقریبا هر روز یک بلوچ دو بلوچ سه یا فرده بلوچ اعدام بید که مرچی هم تا یه لحظه یک زندان مشهد اعدام بید. ایشه که یه نقض حقوق بشری که جمهوری اسلامی تا بلوچستانی کنه از جمله همی اعدامانی که بیگان چی واسه جمهوری اسلامی آخر هر سال یک موج چه اعدام فقط بلوچ زندانی کاری اعدام کن و اساسا یه زندانی کیانت که اعدام بیگان و مشکل چیه جمهوری اسلامی چی واسه یک کارن کنه در حالی که جمهوری اسلامی ها و تصویب کتا که اعدام های مرتبط با مواد مخدر و غیره مثلا متوقف بکند. بله پدر انداعات که بلوچستان ها یا کردستان ها یا دیگه جاها زندانیان گون امی اتهام فقط کاری اعدام کن. حالا معلوم نه آب متهمه که به نام مواد مخدر اعدام بگه فعال سیاسی بیته یا مخالف منتقد یا کی بیته. ما چه شما را جز کنی یه موج اعدام که هر سال تقریبا نوامبر و دسامبر بند یک کیانت یا کل سال هم جمهوری اسلامی برای بازی بلوچ اعدام کته که آماری که مرچی داده که 60 نفر نامه گرفته بله یه دقیقی آمار نه که نهاد رسمیه چه آمار ندهگان. شما می واسطه توضیح بده در مورد اعدام‌های که بلوچستان بند. چه در کل باید بچار ماشما که ریشه و بنیاد ای سیاست که این همه اعدام بگین تا بلوچستان چیه؟
برحال از نگاه سیاسی بلوچ بچار ایشید که حکومتان مرکزی ایران مردمان مثل بلوچ و سرزمینان مثل بلوچستان خودی نزانند. شیوات یک تاریخی هستن که ما فکر نکنم جاگای بیتیم بلوچ بحث بکنیم سر این مسئله که پچی وصل چوشکان. در مجموع جمهوری اسلامی ایران و حتی حکومت گوستگی که پهلوی سیستم بی بلوچانش به عنوان غیر خودی حساب کرده به دلیل ایشی که اعتماد دو جانبه که باید بین بلوچ و حکومتگرانی که وقتی سیاستان لوٹن دیما برن نبوده. پچی که حکومتگران چما ابتدایا در واقع بلوچ به شکل حساب که 1928 تا 1307 بیت هجری شمسیه که پهلوی ارتش با در واقع پشتیبانی و حمایت انگلیس تو بلوچستانش تصرف کو. از آزمان به بعد سیاستی که اشان دیما برده آمایش سرزمینی و آمایش جمعیتی مردم بلوچ بوده. نیازش به سرزمین بلوچستان وحشتناک بالا بوده با توجه به موقعیت استراتژیکی که بودتگی و هستی و هنگتم روز در روز اهمیت بالاتر رو و هم از لحاظ به قول معروف داد و ستد یعنی استراتژیک نظامی و استراتژیک اقتصادی یعنی هر دو کن جنبه سر بلوچستان یک جایگاه خاصی بوده از همه قدیم الایام حداقل از قرن 16 به بعد انگلیس متوجه این مسئله که بوده میشین تلاشی کرده بوده که بودن به دست بود بگیر تو بداره دیگه یک داستان دیگره. ولی در مجموع با توجه به اجرای همین سیاست که تا جایی که امکانی هسته بلوچان از نظر سیاسی ضعیف و از نظر اقتصادی عقب مانده و از نظر به صورت فرهنگی هم به همه شکل دارک ببند و به که ایشی از دو طریق تو انتگش بکنن تی کار تک تک کنگ مردم بلوچ از طریق تک تک کنگ سرزمین بلوچستان و از طریق ایجاد پراکندگی در میان مردم بلوچ و در این حال نکته که در ربطی هستیم در پاسخ به سوال شما حذف فیزیکی مردم بلوچ هم به عنوان یکی چه همه سیاستان این آمایش جمعیتی مردم بلوچ و بلوچستان بوده باشن. از همه ابتدا گذار بگندین گنده همیشه در ارتباط چه سیاست چه رژیم گذشته بگیره چه رژیم الان بگیره در ارتباط با ایجاد اختلافات طایفگی که ادامه همه سیاستان دوران انگلیس در واقع که بعد از کودتایی که رضا شاه روی کاری انگلیس تا ایران همه سیاستان دیما برگشتن ادامه داد ایجاد اختلاف بین طایفه‌ان قبیله و درگیر کنگش گو همدیگه حفظ نظم قبیلی و عشیره‌ای هم حتی در قرن 21 که هیچ در واقع همخوانی گویی دوران زمانه نیسته و چیک باید دا کنیم ما بلوچ یک راجی ما قبیله و نه راج وقتی گوشه یعنی چی که تو در واقع گوستگ از هر چیزی فقط و تارا بلوچ یک سرزمینی برام بلوچستان گوشه کافی همشین ته هویت نه که ما فلان زیم اما متاسفانه این حکومتان همین تلاش کرده که شده ادامه بدن. از طرف دیگه همچون که شما هم اشاره کو برای حذف فیزیکی و اعدام و کشتار دنبال بهانه‌های مختلف بوده. متاسفانه همسایگی که مردم بلوچستان افغانستان شیم فراموش مکنین که انتخاب همسایه جغرافیایی تاریخی دست من نه متاسفانه یا خوشبختانه برایشان پیش یختگه من تو ملوچی گو فارسا همسایگی گو افغانا همسایگی گو سندیا همسایگی گو عربان هم همسایگی در نتیجه ما شما باید تلاشی همشی بیتن که ضمن رعایت همزیستی مسالمت آمیزگوی همسایگان در این حال هم بچاره که چی چیزانی به نفع ما شما که استفاده بکنید شاید متاسفانه همسایگی بلوچستان و افغانستان و با توجه به بزنس مواد مخدری که مرکز افغانستان هستند و مسیری هم بدون استثمارش بلوچستان داری گزید توشا خب مردم بسیار زیادی درگیر این مسئله سره به همین دلیل رژیم هم برای حذف فیزیکی فعالان سیاسی بلوچ با همین بهانه و همین برچسب مواد مخدر فروش از زمانهای گذشته متاسفانه اقدامات زیادش کرد و حذفش کرده بلوچان اعدامش کرده. الان هم گنده این که جمهوری اسلامی تاویتی مجلس به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران شده به تصویب رسیده که کسی را در ارتباط با مواد مخدر اعدام بکنه. برای من فکر کنم یک چیزی هم در نظر گرفته یک از نظر وزنی یک چیزیش هم در نظر گرفته بشه.
اما متاسفانه گندگی جهان دیگه هم در ارتباط با مواد مخدر اعدام نکنه. فراموش مکنن که این مواد مخدری که مثل بلوچستان ردیف گزید تحت کنترل و حمایت خود رژیمه. مافیاهای مخصوص رژیم که در ارتباط با مواد مخدر هم، مافیاهایی که برای گندگی در ارتباط با آب یک مافیای خاصی هستن، در ارتباط با نظارت صادرات و واردات یک مافیای خاصی رژیم تهیه کرده شام ادانند که گندی تحت بلوچستان هنگت که هنگت برخلاف همه قانونی که وقتش تصویب کرده هنگت بلوچانه در ارتباط با مواد مخدر، حالا بعضی به درستی و بعضی به غلط این اتهام چسبیدن و اعدامش کنگن. متاسفانه تا زمانی که این نوع حکومتانی در درون کشورهای مثل ایران هستند که به اصطلاح مردمان را با خودی و غیر خودی تقسیمش کردن و بخصوص جهانی مثل بلوچستان و مثل عربستان ایران و مثل نظام کردستان جهان دیگه که به طور مشخص در مبارزه برای برابر حقوقیت بودتگن تو هستند، در مبارزه برای رفع تعویضات بودتگن تو هستند، ایشان به طور مشخص از سوی رژیم های تمامیت خواه و مرکزگرای حاکم بر ایران همیشه غیر خودی حساب کنک بودتگن. اما شدت و ضعفی هستند در ارتباط مثلا با بلوچان شدیدترین نوع خشونت جمهوری اسلامی به کار برده و به کار هم برگ هنگت هم، حتی تا جایی که خود معاون رئیس جمهور اعلام کرد که روستاهای تحت بلوچستان هستند که مردینش نی، مردین تمام اعدام کنک بودتگند یا تمام به هر حال کشک و در درگیری جنگ و کشک بودتگند توشم. ایشی پیش دارید که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از اعدام به عنوان یک حذف فیزیکی که در ارتباط با آمایش جمعیتی ببید استفاده کرده. اما بمگ یاد ببید ماشمار سال 2013 که نظر برال شمسی چنکره بید 16 تا جوانش زندان در کد و صبح همه تاریخ که ارزون کو اشارش انتقام جویانه اعدام کو. آقای محمد مرزیه این که شامتی هستد که رسما اعلام کو ما ایشان را به عنوان انتقام و درگیری که سر مرز انجام گرفته شان اعدام کنه. بچار این کارهای فراقانونی که کنگند بر علیه مردمانی مثل بلوچان و مثل عربان و به یک شکل بر علیه کردان شان تمام در واقع سیاستی است که جمهوری اسلامی اشاره دستی پچ هشتد بود نیروهای نظام امنیتی و به دلیل همین نگاه نظامی و امنیتی بر جاهای مثل بلوچستان است که از هیچ نوع بیرحمیشان صرف نظر نکنه. از آتش زدن و کشتن سوختبران در نظر بگیر، چایانی که بودن به قول معروف از بی آبی تا هوتکان کپن تو آب بین روان، یا دانش آموزانی که به هر حال ساختمانا خراب بند، مدرسه‌ای بوده چرا تلمبارا از بین روان شان تمام جنایتانی که جمهوری اسلامی مأموران نظامی و امنیتیش تامل اختیاری اشتگن که بجنید بکشید و شما را هیچ کس هیچ کجا هیچ جستی هم نکنن. وضعیت چوشند متاسفانه در همچین شرایطی ضرورت است که به هر حال مردم بلوچ به حق حقوق و آگاهتر ببند و به شکل سازمانی یافته بر علیه این تبعیض بر علیه ظلم گام چیز بکنن. زندگ بات واجباندوی شما گپ طولانی بود. برابر شما اتفاقا بهترین عالیه براتون و اطلاعات جامع و کامل شما به چاروک و گوشدارو کن داد. شما به موضوع شک آمایش جمعیت و ایشان اشاره کرد و یکی چه مهمه مشکلاتی که انی جامعه بلوچستان هستن، یکی طرح تقسیم بلوچستانی که رژیم روتی برای بلوچستان نامه است بکن تو سرزمین هم تقسیم بکن به 4 قسمت و یکی افزایش جمعیتی که روتی 5 میلیون نفر غیر بلوچ بیاری بلوچستان ساکن بکن. آیا شما و سازمانی که شما فعالیت کنید برای بلوچستان استوانگل و شما سنگتان چه جود یه مسئله حل کنگ واسطه کتا و شما بیننده هم بگوشه که چی بکنند پا یه مسئله حل کنگ برای بلوچستان تو کام یه برنامه ها چارگان تو شما گپ پا مای گوش دارو کو گندو کن سر بند. چرا این سیاستانی که حکومتانی مثل جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده و اعمالش کنگند بر علیه مردم بلوچ یا یه جای دیگر هم در نظر بگیره، ایشی متاسفانه یک سیاستی تا زمانی که این نوع حکومت ها هستن این نوع سیاستانی دیما بروک هم هستن بدون شک. بنابراین تنها راهی که تواند مردم بلوچ ها یا یه دیگه جاگانی که همچین مصیبتانی هم سرش هستن تو ایشان نجات بدن از این
آمایش جمعیتی و از این آمایش سرزمینی که حکومت کردن در دست گرفته ایشیند که مردمان سرتاسر ایران متفق القول بر علیه این نوع سیستم و بر علیه این نوع حکومتان باید پاد بیایند و این نوع حکومتان باید بپروشند و عوضش بکنند به نوع حکومتان دیگری که ایرانی تها که به عنوان یک کشور کثیرالمله، برای ایران یک امپراتوری بوده، امپراتوری فقط یک ملتی نه، در نتیجه این ایرانی که الان چندین ملت تهی داری زندگی کن باید تبدیل ببید به یک نوع حکومت سیاسی که در آیه قدرت سیاسی با تقسیم کنه ببینید بین ملتانی که این کشورش تشکیل داده. یعنی ایشی که اختیار و سرنوشت درون مردم بلوچستان باید در دست خود مردم بلوچ ببینید. دولتی که بوده ته بلوچستان باید کار بکن، باید یک دولتی ببینید که از خود مردم بلوچ ببینید و منتخب مردم بلوچ وقت ببینید. بچه آن دولتند که توانت مردمانی مشکلاتان مردمانی دردان بزانتند و برای رفع و رجوع این مشکلات برنامه ریزی بکنند. و هر وقتی هم که اگر یک دولتی به اصطلاح کپتا یک فسادی و نتوانتی کاران دیما و مردمان هم این حق هم ببیتن سر هر 4 سالی 5 سالی بعد اشان عوض بکنن، جانشینش بکنن. مطلب ایشیند که یک نوع سیستمی باید ایرانی تا برقرار ببیتن که ما سیستمی نام برال فدرال هشته یا فدرال لگنگ یک سیستم دموکراتیک فدرالی ببید و در این حال یک نوع حکومتی هم ببینید که او مردمان بر اساس دین و عقیده هم تقسیم مکن، بر اساس ایشی که کجا جاگاه نشته و کجا منطقه مردم هستن برای مبناش تقسیم مکن، بلکه به عنوان شهروندان برابر حقوق زانک و در صورت یک همچین اتفاقی این نوع برنامه ریزیانی که به هر حال لوتن جمعیت بلوچ را عوض بکنن، لوتن بلوچستان سرزمین تکه تکه بکنن و لوتن به هر حال بلوچ ضعیف بکنن تا بلوچ کلا حذف بیای هویت تاریخی حذف بی غیر ممکنه که به این شکل ماشما تحت این نوع حکومتان با درگی. به همین دلیل شی به عنوان یک نیازی به عنوان یک ضرورتی که تمام کسانی که خواهان آبادانی و خواهان توسعه پایدار مردم بلوچستان هستند که به هر حال توسعه پایدار وقتی که در بلوچستان ببینید مطمئنا تا کردستان و تا آذربایجان و تا عربستان ایران و تا به هر حال استانهای مجاوری که به هر حال به نام مال ساکنانش گشته به اصطلاح ماشوی همسایگین فارسان هم در آن صورت که در واقع ماشما توانین واقعا جلوی این نوع بچیان بگیره، این نوع سیاستان بگیره. این نوع سیاستان از همه ابتدای روی کاریای حکومت پهلوی که انگریزان سر کاریات در واقع بنگیج بودتگند و حکومت جمهوری اسلامی هم پس از روی کاریای که برحال باز همی قدرت های بین المللی متاسفانه دست هستتش روی کاریای جمهوری اسلامی در ایران، آیا این جمهوری اسلامی پیش برنده همان نوع سیاستانه؟ بنابراین آن چیزی که سک مهمه و حیاتیه که توان سرنوشت مردمان عوض بکنته و یک نوع زندگی پر امید برای نسل‌های آینده به وجود بیارید، نسل‌های جوان الان و نسل آینده به وجود بیارید، این نوع حکومت و این نوع سیستم باید عوض کنک ببینیم به یک نوع حکومت و سیستمی که متعلق به مردمان ببینید و هر منطقه مردم اختیار در دست وقتش ببینید و یک دولت مشترک مرکزی ببینید که تمامی مردمان نقش ببینید، از جمله بلوچ، کرد، ترک، عرب، ترکمن، فارس، لور پاکانه نقش ببینید در به اصطلاح سیاستان دولت مرکزی. در یک همچین صورتی مطمئن ببینید اگر قرار بکشن تمام نقشش ببینید در دولت مرکزی، هرگز یک نوع دستورانی و قانونانی را تصویب نکنند بر علیه نظام فرض کن بلوچستان بیا، بر علیه لرستان بیا، بر علیه عربستان بیا، بر علیه کردستان و آذربایجان برال یا حتی فارسان ببینید. به همین دلیل سک مهمه. یعنی ببینید پاسخ خیلی کوتاه نسبت به درد و واقعا مشکلی که الان گریبانگیر مردم بلوچ بوده نزدیک به یک قرن و هنگت هم ادامه هست و مثل موخوره واقعا عذاب دهنده روح و روان مردم بلوچ بوده، ایشیند که این نوع سیستم و این نوع حکومت که متاسفانه در قدرت هسته ایشان سیاستان هرگز عوض نبند، ایشان سیاستان همین سیاستان لوتن ببرندش دیما. ما بلوچان فقط تونین گوتی همبستگی این نوع سیاستان تا جایی که هستیم و تا زمانی که این حکومت سرکار عقب دور بدیم.
بنابراین سخت مهمه که مقاومت کنک ببین توسط مردم بلوچ در مقابل این نوع سیاستان واقعا مخربی که کلا لوتا بلوچ را حذف بکنه از نظر تاریخی و از حتی جغرافیایی که این نام نشانان هم مثل لوتا گارش بکنه متحدن باید با هم دیگه واجه بندوی من ببخش ما شما عبارت وکات کیوم من یک جست دیگه هم از تاشین که شما به همبستگی اشاره کد بعد شما را وتا بازی تلاش و کوشش بیته که اپوزیسیون سراسری ایران تو که و برحال یه ملیتانی اپوزیسیون اشان همبسته بکنه و بیار جمع بکنه یه مزن دیوان برگزار بکنه. حالا شما کنگره ملیت های ایران فدرال تشکیل داده. منا در مورد یه همبستگی یک جستی منی هست که آیا اپوزیسیون بلوچ تو کام یه همبستگی شما گندگاه هستین یا چه کارهایی باید یه همبستگی به اردکنگ و جورکنگ واسطا و همبستگی اپوزیسیون سراسری یا شما چه ساعتی تو گندگاهی که شما وقت من تا جایی که من وقتم شخصی تجربه از آنو شما نزدیک 15-20 ساله که برای همبستگی اپوزیسیون کوشش کنید. والله شی همچون که شما تون فرمایش کد برحال همه چیز در همبستگی هست و به جز همبستگی هیچ نوع کاری نتوان به ثمر برسی و شرک مطمئن ببه که دشمنی که قدرت سیاسی نظامی اقتصادی هم دستی هستن توشان تمام تلاش همیشه بوده و همیشه هم بیتند که همبستگی شکل مگی به شکل ها مختلف روش ها مختلف بکار برن. متاسفانه در ارتباط با همبستگی سرتاسری بین اپوزیسیون کل ایران آنچه که مهمترین و بزرگترین موضوع عدم همبستگی بین تمامی مردمانه شیوه نگاه و راه حل معضل ستم ملی که در ایران به مدت نزدیک به یک قرن از زمان رضا شاه بیدیم در واقع اجرا کنک بوده. مطلب این که یعنی بلوچ و کرد و ترک و عرب و ترکمن و ایشان به قول فارسان به حاشیه در واقع دوردهک بودند و از نظر حق و حقوقش به عنوان شهروندان درجه دوم و سوم به حساب یارک بودند. خب بحری که در طول این نزدیک به 100 سال مستفیض بوده که از این فواید به قول معروف ایشی که یه دیگران به حاشیه بروند و همه چیز در مرکز ببی کاملا طبیعی که مرکزگرایان ایران در ارتباط با این همبستگی همیشه مخالفتش کرده بوده. مخالفتش سرشینده بوده که حق و حقوق آنی که ادعای دموکراسیش هستن که حق و حقوق جنینان نزانم رعایت کنک میبیتن یا نزانم در ارتباط با مسائل محیط زیست فرض کن یک سری رعایت کنک میبیتن در ارتباط با حقوق بشر یک سری چیز کنک میبیتن. نه متاسفانه ایشی به عنوان یک موضوع بسیار 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 حادی بوده و هنگت هم هسته کم کم آرامتر بودیم ولی هنگت موجودی هسته ایشی که سر شیوه حل این ستم ملی که بر علیه بلوچ و کرد و ترک و عرب و ترکمن غیره بوده راه حل چین همیشه سر اختلافات باعث بوده که همبستگی به وجود میاد. به همین دلیل از زمانی که کنگره ملت های ایران فدرال 15-16 سال پیش شکل گرفت اپوزیسیون مرکزگرا و ایشی هم در واقع یک همبستگی بین همین ملتانی که بین احزاب سیاسی همین ملتانی که در واقع به حاشیه دور دهک بودند و بخشی از قدرت سیاسی نبودند و هنگت هم نهند چرا که قدرت سیاسی در دست مرکزگرایان ایران بوده و به طور مشخص قدرت سیاسی در دست وقتی گوشه مرکزگرایان کاملا اوپن باید عبر بکنیم باز باید عبر بکنیم در درس کسانی بوده که پشتیبانان زبان و فرهنگ و اقتصاد و به هر حال هویت و هنر همه چیز فارس بودند. ادانت که متاسفانه عمدتاً بخش مهمی از فارسان تمرکزگرا تمامیت خواه هم هستند و همین نوع نگاه تمامیت خواه و تمرکزگرایی است که این همبستگی وجود دارد. حتی کنگره ملت های ایران فدرال در واقع به یک شکل مورد تحریم قرار گرفت اما خوشبختانه یک مدتی هستند که بسیاری از آنی که مرکز زندگی کنن به هر حال تمام مرکزگرایشان که در مرکز زندگی کنن مرکزگرا نه نیروهای دموکرات و مترقی زیادیش هم هستند و خوشبختانه این مسئله روز فروز الان وسیع‌تر و گسترده‌تر داره میته و کاملا معتقد به همیشه به تمام مرکزگرایانی که در مرکز هم زندگی کنن یعنی بخش وسیعی از مردم مرکز هم در دفاع از حقوق ملت‌هایی که نزدیک به یک قرن
به حاشیه دورده یک بودن تو مورد ستم و تبعیض علنی قرار گرفته بودن، معتقدند که به هر حال ایران باید تبدیل به یک کشور جمهوری دموکراتیک فدرالی ببینید که آیتها جدای دین و ایدئولوژی هم از دولت جدا ببینید. یعنی خواهان یک نوع سیستم به قول انگلیسان گوشن سکولار، یک نوع سیستم دموکرات سکولار و فدرال دنبال هستند بشن. و در هر صورت الان هستند یک تشکلات ائتلاف های چندتایی هستند که یک مجموعه ای از همه سازمان های سیاسی، احزاب به قول معروف متعلق به مرکز و به اضافه تشکلات سیاسی که متعلق به ملیتان مختلف هستند در درون ایران، یک سری ائتلافش تشکیل داده که از جمله ارزم که کنگره ملت ایران فدرال فعلا فقط مال ملیتان تحت ستم بوده و شورای دموکراسی خواهان یک بخشی از تشکلات سیاسی که عمدتاً از داخل ایرانه هورند و همراهند بخش دیگه از ملیتان و یک همبستگی برای آزادی برابر یک ائتلاف دیگری که علاوه بر تشکلات سیاسی ملیت‌ها یک بخشی از تشکلات سیاسی که دیدگاه چپش هسته و معتقد به آزادی و برابری تمام به قول معروف جنبه‌های مختلف زندگی در داخل جامعه هستند هم شکل گرفته و یک نوع همکاری خیلی خوبی بین سه تا ائتلاف هسته و من شما وقت هم متوجه بوده که نزدیک بیش از یک سالند که یک سری حرکت ها به شکل متحد بین کنگره ملیت های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران انجام بوده و انجام بوگن و در تلاش هستیم که یک گسترده تر کنک بشی. یک سری حرکت ها الان در حال شکل گیری هستند و ببین ولی همچون که عرض میکنم بعدش رو تکرار کنم، عمده ترین موضوعی که تنوادی باعث بوده که این نوع همبستگی در میان اپوزیسیون سرتاسری یا کل ایران شکل بگیره شیوه نگاه و حل بخشی از فعالان سیاسی و تشکلات سیاسی سر مسئله ایشین که رابطه بلوچ و فارس چطور کار ببینید در ایران، رابطه ترک و کرد چطور کار ببینید در ایران، رابطه عرب و لور چطور کار ببینید، رابطه شامپه با هم دیگه در درون ایران چطور کار ببینید که راه حل عادلانه و به قول معروف مؤثری که توان سر همزیستی مسالمت آمیز کمک بکن و در عین حال هم سرعا نگرانی که بسیار از همه مرکزگرایان هم هستن که مسئله به قولوتش تمامیت ارضی تو نظام یک پارچگی سرزمینی به اصطلاح سرزمینی که به نام ایران هستن تشا تا همیشه گندگی بیت و به همین شکل و به همین دلیل من در عرض کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی هستن نه بلوچ به حق حقوق رسید، نه کرد و نه ترک و نه عرب و نه حتی فارس تنها راه و تنها روشی هم شد که تمام متحد بودن با هم دیگه این سیستم عوض بکنن به یک سیستم دموکراتیکی که او در واقع فضا پاچه بید، میدان پاچه بید برای ایشی که هر یک کشه مردمانی که نام گرفتن برای ملتانی که بوده در درون سرزمین هستن بتوانند آینده روشن و تارا سازماندهی بکنند و به اتفاق هم دیگه بتوانند دیما برند. منتوار واجه بندوی ما چون اگه من وقت محدوده شما یک دو دقیقه تو که جنبندی بکنه که ما محدودیت زمانی که ما زمان برنامه تکمیل بیته ببینید جنبندی کلا همیشه که در پاسخ به سوالی که شما مطرح کو من دارم تکراری کنم البته ایشیند که اپوزیسیونی که هسته متعلق به تمام ملیت‌های به حاشیه رانده شده از یک طرف و اپوزیسیونی که وطاره به اصطلاح سرتاسری حساب کنگتشان در میانشان باید یک نوع همبستگی وجود بیه و یک سری اصول به توافق برسد که بتوان اشاره همبسته بکن که در جهت از بین برگ جمهوری اسلامی و استقرار یک نوع سیستم جمهوری دموکراتیک فدرال سکولاری در درونی سرزمین پاند جلوی این برنامه‌ای که شما در ابتدا سوال مطرح کو گرگ ببید و هر یکی سرنوشت در هر منطقه دست وتش ببید و در عین حال تمام این ملتان هم با هم دیگه همراه و همکار و همکوپک بودن برای ساختن یک آبادترین و یک شرافتمندانه ترین زندگی برای تمام کسانی که تا این جغرافیا زندگی کنند. منتوار واجب اندوی ما را چون که در مورد مسئله اعتراضات اصفهان هم ابر کنگی گد
بله به هر حال ما زمان کم مارد و دیمی برنامه 100% مسائلان باره هم گپ بید. منتوار چه شما که مرچی دیوان بر زرد و وتی وعد ما را داد. سلامت و منم خوشحالم، تشکر کنم از که فرصت ما پیش یا ولی یک چوشین کم که وعدی تا اینجا مسئله شما بلوت مطرح کنیم مسلما هم به شکل کامل مطرح کنه و اچو فقط دست جنگی بیدان بود و به همین شکل یک موضوع را پشت که نتونه مطرحش کنیم. واقعا این مسئله اصفهان یک موضوع مهمیه که خوب بحث کنه بودین که متاسفانه نبود فعلا. زندگ باته. منتوار چه شما. سلامت بود. منتوار ندارم. باز منتوار بانو که واجهان که شما وقتی وعد اشت و گپ و تران برنامه سیل کد. شب و روچ باش.